اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز شنبه. امارت اسلامی افغانستان یک مرکز واحد را در میدان هوایی کابل ایجاد کرد تا برای سرمایه‌گذاران خارجی در بخش سرمایه‌گذاری و صدور ویزا تسهیلات فراهم نماید. محکمه ابتدایی شرعی ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار به 3 تن از مجرمین جزای تعزیری تطبیق نمود. اداره خط آهن میگوید هفته گذشته 109808 متریک تن انتقالات از طریق خط آهن افغانستان صورت گرفته است. سرپرست وزارت صحت عامه آقای دکتر قلندر عباد از امیری مدیکال کمپلکس دیدن نمود. فردا یک شنبه دی افغانستان بانک از طریق داوطلبی 14 میلیون دلار آمریکایی را به گونه لیلام به فروش میرساند. وزارت شهرسازی و مسکن 10 جریب زمین را برای اعمار دارالایتام در ساحه دی 100 ناحیه 19 کابل اختصاص داد که سنگ تهداب آن گذاشته شد و کار بالای آن جریان دارد. معاون اداری ریاست الوزراء در جریان سفرش به ولایت‌های جوزجان و فاریاب روز گذشته به مسئولان، محاسن سفیدان، علما و جوانان ولسوالی‌های شیرین تگاب و قیصار ولایت فاریاب دیدن نمود. از سوی شاروالی کابل در ساحه کارتسخی تاسیسات غیر قانونی پاکسازی گردید. ریاست زراعت ولایت پکتیا میگوید کار 2 پروژه آبیاری این ولایت تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. تعدادی از اساتید و متخصصین پهنتون کابل از لابراتوار مواد غذایی اداره ملی استاندارد بازدید نمودند. وزارت عدلیه میگوید 4872 جریب زمین اماراتی در ولایت سرپل تثبیت گردید. سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان با گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد دیدار نمود. پلیس شجاع حوزه 8 امنیتی 3 گروه جنایتکار مشهور را دستگیر نمودند.